به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه دانش و سنجش، هر یک از شما را خوش آمدید میگویم در الهیدگی به برنامه ما. افیر مستقیم ما این لحظه آغاز می شود. افیر علمی است و هر یک از شما و هر یک از دوستان ما و شما می توانید در برنامه ما امروز اشتراک داشته باشید. چون که امروز ما در شبکه قرآن دستورالعمل انسان معلومات داده بودیم، گفتیم کوشش میکنیم که امروز برنامه رو برپا کنیم، چون واقعا هفته گذشته سبب زیاد بودن کار و سبب بند بودن در روز شنبه ما نتوانستیم برنامه رو دایر کنیم. الحمدلله امروز فرصت امکان داد و امروز بسیار موضوع جالب رو انتخاب کردیم و موضوع به قول میگویم که صنف یک است، برنامه علمی صنف یک. از این خاطر خودش ما نیست از نام موضوع، نام امروزه برنامه علاقه معلومات پیدا کردید. موضوع یکتاپرستی یا اینکه موضوع توحید، این یکی از مهمترین چیزی که هر یک انسان، هر یک مسلمان باید داند و این قدم اول هم هست. و خب تماشابینان عزیز، بیایید تا توانیم برنامه رو به دیگران روان کنیم تا که همه از دوستان ما و شما نیز با خبر شوند. در زیر نوار لایک مانید و همچنین به دیگران فرستید تا دیگران نیز با خبر شوند. برای چی من همین موضوع رو انتخاب کردم؟ چند روز پیشتر با یکی از همکارمون صحبت داشتیم، یکی از همکاری ما از افغانستان، و سوال شد آنجا درباره خود. یکی از مراکا بود و دیگری از افغانستان و از هم دیگر سوال کردند تو از کجا میشوی و تو مسلمان هستی؟ و گفت بله الحمدلله مسلمان. گفت بعد سوال دویم اومد، گفت تو مسلمانی سنی مذهب هستی یا شیعه مذهب هستی؟ گفت من شیعه مذهب هستم. و در حال باز از بالای سوال پیدا می شود، یعنی از آن که انسان خودش نمی داند که راه درست چی است، پدر و بابایانش گفته است که تو شیعه هستی و دیگر خودش را شیعه احساس می کند، نمی داند که برای چی شیعه است و یا نمی داند که سنت چی است. در حال در همین مکان یک کمی بحثی کوتاه شده گذشت و یادرسی یک موضوع شد. امام احمد حنبل وقتی که در همون دوران خودش به یک مشورت دعوت می شود از جانب علمای شیعه. آنها می خواستند که با امام بزرگ، امام اهل سنت و جماعت، امام احمد حنبل بحث کنند و می خواستند که روشنایی کنند که انتخاب آنان یعنی مذهب شیعه درست است. و امام احمد حنبل دیرتر می آید و
دیرتر می آید و وقتی که داخل می شود پاپوشی کفش خودش را به دستش می گیرد و داخل می شود به همون موضعی که دعوت شده است به مسجد. بعد اون علما همه حیران می شوند، می گویند که شما چی کار دارید؟ برای چی پاپوشی خودتان را کفش خودتان را دستتان گرفته داخل شدید؟ می گویند که من شنیده بودم که در دوره رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مسجد می رفتند شیعه ها همون کفش را می دزدند، به همین خاطر من به دستم گرفته داخل شدم. بعد از آنجا اون نفرانی که به بحث دعوت کرده بودند می گویند که آخر در دوره رسول الله صلی الله علیه و سلم شیعه نبود کو؟ در همین جا امام بزرگ می گویند که بحث ما خاتمه یافت و دیگر حاجت به بحث هم نیست. گفتند و پشتشان را گشته رفتند. یعنی بعد از این مسئله را در همون موضوع نقل کردن، اون انسانی که از افغانستان بود و خودش را شیعه گفت بله من گفت از نادانی، یعنی که نمیدونم، معلومات ندارم، از دین معلومات ندارم، توحید چی است نمیدونم، از این خاطر خودم را این گونه میگویم. یعنی این همه از نادانی است، از جهالت است. اما در همین جهالت بودن و شرک آوردن به الله تعالی کس را هیچگاه به جنت وعده کرده الله تعالی نمیبرد. از این خاطر انسان باید که در جستجو باشد. مسیحی یا اینکه یهودی یا اینکه اون نفری که بیدین است، تا آن دمی که الله تعالی را جستجو نکند از کجا مییابد؟ یعنی قدم اول این جستجو کردن من و شما است. همین راه درست را در سوره فاتحه هر روز میخوانیم وقتی نماز. الله تعالی به راه مستقیم، به راه راست هدایت کند ما و شما و دوستان و برادران و خویش و اقربای ما را. امین. و خب تماشاگران عزیز، این یک سرشوی بود تا آندمی که هر یک از شما آماده شوید و داخل شوید. میبینم که الحمدلله یک تقریبا 20 نفر هستیم و بیایید من گیم پین رو این لحظه آماده میکنم تا که قسمتی اولی برنامه رو ما و شما آغاز کنیم. و خب قسمتی اول آماده شد. گیم پین رو شما روی اکران میبینید. مرحمت داخل شوید. 521 42 42. خوش آمدید همه آنهایی که این لحظه ها در برنامه ما اشتراک میکنند. مرحمت هر یک از شما میتوانید با نوشته کردن همین گیم پین داخل به برنامه میشوید. در تلفن موبیلی خودتان یا اینکه در کامپیوترتان نوشته کنید کهود نقطه ت، جایی که گیم پین نوشته شده است، رقمی که روی اکران میبینید آن را نوشته کنید. در جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب کنید. فعالتر باشد تماشابینان عزیز، چون یا یگان مشکلی شاید باشد که کم نفران داخل شدن به برنامه، نمیدونم سبب چی باشد. خب اینجا
яке аз тамошобини мо пурсиданд ки чӣ гуна дохил шавем. Биёед ман дар рӯи экран нишон медиҳам тарзи ворид шудан ба барномаро. хоб дар Google навишта мекунед ё ин ки дар ҳар чизе ки ҳаст Яндекс фарқ надорад. Kahoot нуқта it ё Kahoot навишта мекунед. бубинед дар сатрҳои аввал Kahoot it мебарояд. нигоҳ кунед рӯи экран шумо мебинед айни ҳол. ана ҳаминро зер мекунед. геймпин навишта шудааст. дар ҷои геймпин рақаме ки навакак ман эълон кардам 521 42. баъд аз он интерро зер мекунед. никнейм мепурсад. дар ҷои никнейм ба худатон тахаллус интихоб мекунед. хоб ва баъдан окей. ва ин гуна навишта мешавад ки шумо ба бозӣ дохил шудед. хоб нигоҳ мекунем дар бозӣ ҳар нафароне ки дохил шуданд. ин гуна пайдо мешаванд номашон. хуш омадед алмуваҳид. марҳамат, дохил шавед. интизор мешавем иншаллоҳ. хоб тамошобин ҳам на он қадар зиёд аст. тамошобинони гиромӣ, ман фикр мекунам ки эфири мо ҳаст. бале, ҳамаш хуб аст. ҷиҳатҳои техникӣ намедонам. иншаллоҳ ки хуб аст ҳамаш. ва биёед қисмати аввалро оғоз мекунем ба ҳар ҳол, чун ба қисмати дигар иншаллоҳ онҳое ки дохил шуданд метавонанд иштирок кунанд. ва хуб ман ин лаҳзаҳо хуш омадед Абдулло, Абу Умар, Умед, Муҳаммад Амин, Мино ва Тойба Солеҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату ва саломи шумо тамошобинони азиз. хуб инҷо Мирзо Давлат навишта карданд ки бале шумо агар ки дохил шуда натавонистед метавонед дар зери чат ҷавобҳои дурустатонро навишта кунед. хеле хуб. ҷустуҷӯи илм, хуш омадед. гуфтанд ки дар Россия намешавад. хеле хуб. ба ҳар ҳол биёед қисмати аввалро оғоз мекунем. онҳое ки дохил шуда натавонистед зери чат ҷавобҳои дурусти худатонро навишта кунед. саволи аввал: оё Қуръон аз дигаргониҳо ҳифз шудааст? Савол: бале. дуюм вариант: ҳифз нашудааст. дар давраи Усмон разиаллоҳу анҳу дигар шуд. ба мо маълум нест кадомаш дуруст аст. хуб, ҷавобҳои дуруст омода расида аз Ҷондулло, Исматулло Ҳоҷиматов. хуб, муҳсинун, бале, дуруст. Идимо Динаева ҷавоби дуруст гуфтед. Бале. ва хуб, далел ба ин сураи Ҳиҷр ояти 9. биёед нигоҳ мекунем як ҷое бо шумо тарҷумаи маъноро. хуб, ҳамоно мо Қуръонро ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам нозил кардем ва қатъан худ нигаҳбонаш ҳастем, ки дар он чизе на кам карда мешавад, на зиёд.
از تفسیر تبری. یعنی الله تعالی میگوید که ما خود قرآن را نازل کرده ایم و خود نگهبانش هستیم. و با همین دلیل قرآن از دیگرگونی ها حفظ شده است. و 6 نفر جوابهای درست گفتید. ماشاءالله. و بیایید دوام دهیم. شما میبینید آنهایی که در جاهای اول هستند. 2. این درخت از کجا پیدا شد؟ همین درختی که شما روی اکران میبینید از کجا پیدا شد؟ از آسمان غلطید خود به خود پیدا شد، از نهال بر آمد و یا از چین، از خطای آمد؟ کدامش درست است؟ سوال آسان است، سوالی که باید ما درباره‌اش تفکر کنیم، فکر کنیم. درخت از کجا پیدا شد؟ بله با عقل. اینجا هر کسی با عقل میگوید که بله از نهال برآمد. چون درخت از کجا میبراید؟ از نهال میبراید. و همین جواب درست است. وقتی درخت را ما و شما نگاه میکنیم میگوییم که نهال بود و از نهال درخت برآمد. و تقریبا همگان جوابهای درست گفتید. ولی اندیشه باید کرد. درخت از نهال برآمد. آنهایی که در جاهای اول هستند شما روی اکران میبینید. دوام دهیم. نهال از کجا پیدا شد؟ از زمین بدون تخم، از آسمان، از بحر، از تخمی؟ کدامش درست است؟ نهال که از آن نهال درخت بود از کجا پیدا شد؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. خب جوابهای درست از جانب جندالله آمده رسید. جستجوی علم جوابتان درست بود. مسلم جوابتان درست بود. علی عمر جوابتان درست بود. محمد مهدی درست گفتید. بله از تخمی. نهال از تخمی پیدا شد و از نهال درخت پیدا شد. یعنی برآمد، پیدا نشد، برآمد. نهال از تخمی نهال و از نهال درخت. یعنی یگان جایی این عادی است. به نهایت سوال و جوابی عادی است که همه آنهایی که عقل دارند میدانند. خب بیایید اکنون میبینیم که جوابهای درست گفتند و به جاهای اول برآمدند. ماشاءالله خیلی خوب. سوال دیگر. اولین تخمی خود از خود پیدا شد. سوال. از مرغ، از تخم ماهی آفریدگاری باید باشد و یا این الله از مرز آورد یا از یگان دیگر قطعه؟ کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ اولین تخمی خود از خود پیدا شد مگر و وریانت ها هست. کدامش درست است؟ خب محمد مهدی درست گفتید. علی عمر درست گفتید. طیبه صالح درست گفتید. بله جستجوی علم درست گفتید. همه جوابهای درست گفتند. اولین تخمی خود از خود پیدا نشد، بله آفریدگار باید باشد که اولین تخمی را پیدا کرد. یعنی اولین تخمی را. بعد از تخمی نهال و بعد از نهال درخت. و این چیزی عادی و مقرری. اما نه همه کس در این فکر میکند، اندیشه میکند. چون چند روز پیشتر یک چیزی رو دیدم که واقعا کس رو به اندیشه می‌دارد. تصور کنید هواپیما و آن نفری که ما پیلوت میگوییم در همون چنبرکی هواپیما نشسته است و صورت گرفته است. انا همون توگمه هایی که دارد. چقدر توگمه ها دارد و هر یکش وظیفه های خودش را دارد. و در
شما تصور کنید خودتون چقدر توگمه ها دارد سمالیات، نامون تیاره، هواپیما. یک نمیدونم خیلی زیاد است. این همش وظیفه های خودش را دارد برای پرواز کردنی همین سمالیات. اما شما اندیشه کرده اید، تفکر کرده اید که چگونه پرنده پرواز میکند بدون یگان توگمچه های آن پیلوت دارد در سمالیات. به یگان توی همان پرنده پرواز میکند. آیات های قرآنی هست و شما اگر ترجمه معنای قرآن رو گوش کنید، آنجا الله تعالی نیز گفته است مگر اندیشه نمی کنید در آن چیزی که الله تعالی خلق کرده است. و بعضی به قول به خودشان دانشمندان میگویند که این چگونه اینقدر چیزی زیبا آفریده است، این خانه را ببینید، اینقدر ساختمان خوشرو و زیبا کی ساخته است این را؟ ساختمان چی ساخته است؟ یا یگان انجینیر ساخته است؟ خیلی خوب. یا اینکه یگان صورت زیبا رو میبینند، این را کی رسم کشیده است؟ یگان رسامی به نهایت زبردست این را رسم کشیده است. خیلی خوب، خیلی زیبا. وقتی که همین طبیعت زیبا رو نگاه میکنند، میگویند که طبیعت رو دیده. همون بعضی انسان ها هستند به قول اتئیست میگوییم، خودشان حیران میشن، میگن که برای چی اینقدر این زیبا آفریده شده است؟ نمیفهمم، یعنی نمیفهمند خود از خود مگر همین طبیعت، درخت، نهال، نباتات یا اینکه حیوانات خود از خود آفریده نشده است؟ در این اندیشه نمی کنند. اندیشه می کنند در آن چیزی که خودی خلق کرده است یا خودی خلق ساخته است با دست خودش، اما اندیشه نمی کنند از آن که خلق را کی آفریده است. این است شناختی الله تعالی، یعنی با عقل. بیایید تماشاگران عزیز دوام خواهیم داد. سوال 5. کیست که قادر است از هیچ چیزی بسازد؟ ساختمانچی، مهندس، یگانه الله، امامان مذهب ها کدامش درست است؟ کیست که قادر است از هیچ چیزی بسازد؟ البته این همه سوال ها دلیل های قوی دارد. بله، جواب های درست قریب که از جانب هر یک از شما آماده می رسد. من در چت نگاه دارم. ماشاءالله. بله عبدالله درست گفتید. علی عمر درست گفتید. یگانه الله هست که از هیچ چیزی بسازد، یعنی بشو میگوید و میشود. و همین جوابی درست بود و تقریبا همه جواب های درست گفتید. ماشاءالله. مینا، محمد امین، ابو عمر، قاسم عادلیان، امید، آنهایی که در جاهای اول هستید. سوال 6. الله تعالی را چه خیل میشناسند؟ مسلمان تولد میشوند، تا نبینند نمیشناسند، با عقل میشناسند، از دهانی بی هم شناختم. کدامش درست است؟ الله تعالی را چگونه میشناسند؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. بله، جستجوی علم درست گفتید. علی عمر درست گفتید. بله، با عقل میشناسند الله تعالی را. و چنانه که نوکک ما و شما گفته گذاشتیم، الحمدلله هیچ کس انمان وریانت سبز را انتخاب نکرد، اما بعضی ها چنانه که ما گفته گذاشتیم میگویند که از پدر و از بابایان ما میراث ماند دین به ما. بعضی ها چنین میگویند.
و در این باره نیز آیت های قرآنی است و الله تعالی میگوید که اگر پدر و بابایان شما یعنی گذشتگان شما در راه شیطان باشد، شما آن راه شیطانی را نیز انتخاب میکنید. یعنی در سوره لقمان بود، اگر خطا نکنم، شما میتونید ترجمه معنیش رو گوش کنید. انسان باید که خودش تفکر کند و آنهایی که برایشان از بیبی و از بابا دین میراث مانده است و هرچی را کورانه برایشان آموختند و در داخلش شاید شرک و گناه ها هست، آنها باید که اندیشه کنند، جستجو کنید تا که راهی درست را یابید. هر کس که جست البته میابد. بیایید یک مقایسه خوب هم کنیم. هر کس که میخواهد کار کند و انا همون مبلغ کار کند، جستجو میکند کارفرما را. ببینید اکثریت از ما و شما به روسیه میرویم به مهاجرت مهنتی و کار میکویم. در گروه های واتساپ و یا هر جایی که شناس داریم میپرسیم کار هست، یگان کار هست، ساختمانچیگی یا اینکه راننده تاکسی، هر چیزی که نباشد میجویند تا که یابند کار را. نخواد که الله تعالی خودتان را جستجو نکنید تا که نیابید. این یک چیزی عادی است. باید انسان اندیشه کند. خود از خود هیچ چیز نمی شود. البته ما و شما باید سبب ها را اجرا کنیم، جستجو کنیم تا که یابیم. و این گفته های من به آنهایی که امروزها در گناه و معصیت هستند و آنهایی که خودشان را بسیار دانا میگیرند، به آنهایی که خودشان از نادانی راه های خطا را انتخاب کردند و فکر میکنند به فکر خودشان راهی انتخاب کردهشان درست است، اما نمیدونند که واقعا در راهی کج هستند، واقعا در راهی که به سوی جهنم میبرد در آن هستند. بسیاری از سابق دوستانی من نیست، چون اکثریت بسیار واقعا دانش دنیوی خوب دارند، تفکری خوب میکنند، در دنیای پولی خوب به دست می آورند، یعنی مبلغ بسیار کار کرده می توانند چون یک دانش دارند برای کار کردن مبلغ، اما به سمت دیگر صرف می کنند. اسباب‌های شیطانی می‌خرند. من در نظر دارم مثلا اسباب‌های نوازندگی، موسیقی، بلا و بتر دیگر، که این و فکر میکنند که این راه درست است. اما ما و شما از آیات‌های قرآنی همچنین با دلیل قوی از حدیث‌ها می‌دانیم که آن چیزی که آنها انتخاب کردند، یعنی بعضی سرایندگان و نوازندگان، البته راهی درست نیست و می باید که شما یک بار اندیشه کنید، تفکر کنید، جستجو کنید و عوض شوید. و انشاءالله ما امیدوار هستیم، چون شما را دوست می داریم، به همین خاطر میگویم جستجو کنید. هیچ کس شما را مجبور نمی کند که سرودخوانیتان را در حال خود حاضر پرتاید. مجبور نمی کند به این هیچ کس شما را، چون خودش انسان برای خودش انتخاب می کند کدام راه درست است. از این خاطر این یک توصیه دوستانه بود. خب تماشابینان عزیز، بیایید دوام دهیم. آنهایی که در جاهای اول هستند شما میبینید.
дар кадом сура Аллоҳ таоло бо нишонаҳояш ба ақли инсон муроҷиат мекунад? сураи Алғошия, Ҳуд, Моида ва ё чунин нест? каме саволи мушкилтар ҳаст, аммо бояд мо шумо дар ин бора тафаккур кунем. хоб, ҷавобҳои дурустро ман надидам. бале. сураи Алғошия аз оятҳои 17 то 20. хоб, мо шумо кӯтоҳ ана ҳаминро дида мебароем. тарҷумаи маъноро дида мебароем. тамошобинони гиромӣ, чунин омадааст. аммо дар дохили барнома 6 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. машааллоҳ, аллоҳ қабул кунад. хоб, оё кофирон ба шутур наменигаранд ки чӣ гуна офарида шудааст? оё ба шутур наменигаранд ки чӣ гуна офарида шудааст? хоб, дар ин бора дар бораи шутур гуфтем, оятро хондему як чизи дигар низ ба ёдам зад. ман намедонистам, аммо як наворо тамошо кардам. гуфтанд ки пои, ана ҳамон пое ки ба рӯи хоки биёбон роҳ мегардад уштур, мулоим аст гуфтанд. ва боз дар рақобат ба ан ҳамин уштур, мошинҳое ки дар биёбон мегарданд, як нафар нақл мекунад, мегӯяд ки ман як мошинро дидам, дар биёбон буд ва ҳаргоҳ аз мошинаш мефаромад, дами мошинро нигоҳ мекард, дами мошинро паст мекард, як каме мефаровард дамашро, яъне ки дамаш ба қавли худомон ана ҳамон балонҳояшро, чархи мошинро, дамашро паст мекард. бубинед ки пои уштур худаш ба мисли ана ҳамин чархҳои мошинро чино ки паст кардааст, агар ки дамаш ки баланд бошад, дар биёбон болои хок роҳ гашта наметавонад. ба ҳамин хотир дар асфальт агар бошад, дамашро баланд мекунанд, яъне як муқаррарӣ мекунанд, аммо дар биёбон, дар ҷои хоку гил, рег, онҷо дамашро паст мекарданд. ман худам намедонистам, аммо ҳамун нафарро вақте ки нақл мекард, дидам, воқеан дар ҳайрат шудам. аммо дар ин бора зиёда аз 1400 сол пеш Аллоҳ таоло гуфтааст: эй кофирон, эй онҳое ки бовар намекунед, ба шутур наменигаред ки чӣ гуна офарида шудааст. ғайр аз ин боз чӣ қадар муъҷизаҳо дорад уштур. дар ояти дигар чунин омадааст: ба осмон нигоҳ намекунед ки чӣ гуна бардошта шудааст. осмон наменигаред ки чӣ гуна бардошта шудааст. ва ё ба кӯҳҳо наменигаранд ки чӣ гуна барқарор гардиданд. ва ё ба замин наменигаранд ки чӣ гуна густурда шудааст заминҳо ва чиҳо дар замин рӯидааст. ва дар давоми ана ҳамин оят боз як чизи дигар омадааст. ин ба рӯзгори мо, ба рӯзгори имрӯзаи мо хеле ва хеле монандӣ дорад. пас панде, эй расул, ки ту панддиҳандае ҳастӣ ва ғамгин набош аз касоне ки ҳақро қабул надоранд. ин аз тафсир дар равиши муяссар омадааст. яъне эй расул, ту танҳо панддиҳанда ҳастӣ ва ҳеҷ касро маҷбур намекунӣ. инсон бояд ки худаш нигарад, худаш ҷустуҷӯ кунад ва худаш ёбад ва ҳеҷ касро дар қабул кардани ҳақ маҷбур намекунад. ва хуб, аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтед тамошобинони азиз, ва биёед мо акнун мебинем киё ба пеш баромаданд. саволи охир.
آیا انسان مجبوری مؤمن می شود؟ الله پاک است. من جواب گفتم بله، نه البته. پیامبر صلی الله علیه و سلام خواهد بعد باید مجبور نمایی. آیا انسان مجبوری مؤمن می شود؟ بله، من کمی کمک کردم از این پیشتر. به هر حال جوابهای درست آمده رسید. جندولا درست گفته، جستجوی علم درست گفتید، محسنون درست گفتید، بله توی بسالی درست گفتید و اکثریت جوابهای درست هم گفتند. خب نه البته هیچ کس را مجبور نمی کند و همچنین چنانکه که در سوره الغاشیه ما شما دیدیم در آیت 21 آمده است پس ای پیامبر پند بده که تو تنها پند دهنده هستی. و در آیت دیگر آمده است تو بر آنان فرمان روا نیستی تا آنان را به ایمان آوردن مجبور کنی. یعنی خودش همین آیت خودش را تفسیر دارد. تو بر آنان، به آنهایی که باور نمی کنند فرمان روا نیستی که آنان را به ایمان آوردن مجبور کنی. نه البته خودشان باید که آنها آماده رسند اگر هدایت یابند از جانب الله تعالی. از این خاطر ما بیهوده نگفتیم تماشابینان عزیز و گرامی. همه آنهایی که امروز آنهایی که از ایمان دور شدند، آنهایی که از دینی اسلام خودشان دور شدند، آنها را البته در هر زمان و یا در یگان جای چیزی پیدا می شود، سبب پیدا می شود. یگان اهل علم برایند می گویند که ای انسانی با عقل، مگر اندیشه نمی کنی؟ ببین که تو چگونه زیبا آفریده شده ای. ببین دستانت رو ببین، چشمانت رو ببین، گوشت رو ببین که همه چی رو میشنود. و باز هم بر میگردیم به همون سراینده و نوازنده ها بر میگردیم، چون شاید سبب شود، شاید هدایت یابند. آخر در باره شما نیز بسیار آیت ها آمده رسیده است و تفسیر آن در حدیث های صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده رسیده است که دور باشید از معصیت، از گناه، از جهالت دور شوید، اندیشه کنید از آن چیزی که الله تعالی آفریده است و فقط به واسطه همین کار پول یافتن و آن پول آیا حلال می شود؟ آیا فرزندان خودتان را با آن همان مبلغی که شما می یابید فحشا را تبلیغ می کنید؟ صحیفه های اجتماعی از مثلا کلیپ های شما پر شده است و شما یک با زن اوریان که حرام است برای دیگر نفر مرد بیگانه دیدن، صحیفه های اینترنت را پر کردید. مگر خودتان گناه گرفتگتان کم نیست که باز دیگران را گناهگار کنید؟ اندیشه کنید. چون آیا ممکن است که یک زنی که ما و شما دوست می داریم وی را اوریان کرده به دیگران نشان دهیم؟ البته ما دلیل های قوی داریم، از قرآن داریم و در این باره باید اندیشه کنید، چون به خودتان مثل که میگویند صدقه جاریه، گناه جاریه نکنید که ابدالآباد به نام شما بعد از مردنتان نیز نوشته شود. و این یک پند است، چنانه که نوکک ما و شما خواندیم در قرآن کریم خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم شده است و آمده است که تو تنها پند دهنده هستی. یعنی ما گفتیم و شما شنیدید،
و بعد از این نشنیدم نگوید. بعد از اینکه از دنیا رفتید و البته که میروید، ما هم میرویم، برای شما هیچ بهانه شده نمیتواند که من نمیدانستم، هیچ کس به من نگفت، من بیخبر بودم. نه، البته عذاب شما از آن روزی که این دنیا را ترک گفتید، عذاب آنهایی که قبول ندارند سر می شود تا روز قیامت و بعد از آن. الله پاک است. و این یک پند بود تماشابینان عزیز، و از ما نه، بلکه ما تنها یک آیت قرآنی را یادرس کردیم و رسانیدیم به آنهایی که شاید نمیدانستند. شاید آنهایی که میدانستند برایشان تکرار بود. دوام میدهیم قسمت خوبی برنامه را و میبینیم که ها جای بهترین را سزاوار شدند. جای سیوم نصیبی امید مبارک باشد. جای دو نصیبی ابو عمر مبارک باشد. جای اول مینا مبارک باشد. همچنین محمد امین و عبدالله نیز در جایهای نمایان بودن. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. بهترین. خیلی خوب. قسمت دیگری برنامه را این لحظه ما آماده میکنیم تماشابینان عزیز، و خب من این لحظه قسمت دیگر را پیشکش میکنم تا که در آماده توانیم و بازی کنیم. بسم الله و مرحمت. گیم پین را نوشته کنید. گیم پین روی اکران پیدا می شود. خوش آمدید همانهایی که الکی داخل به برنامه ما شدند. یگان فکر و ملاحظه ها اگر داشته باشید شما میتونید زیر چت نوشته کنید، چون برنامه ما برنامه مستقیم است. من چت شما رو میخوانم این لحظه، هر چیزی که شما نوشته میکنید. و شاید یگان پیشنهاد ها داشته باشید مرحمت نوشته کنید، چون بعضی بازی های لاتری خیلی تماشابینی زیاد دارد. البته انسان هستیم، البته آدمی دوست می‌دارد. هیچ کسی نیست که نفس نداشته باشد، البته همه نفس دارد، اما آن نفس را چگونه استفاده میکند. به همین خاطر این گفته ها نیست تنها برای اندیشه است، برای تفکر است. تماشابینان عزیز، بعضی ها پول کار کرده می شود گفته در انتخاب کار نیست اندیشه نمی کنند، کاری حلال است و یا کاری حرام است نگاه نمی کنند. پول کی باشد رفتن می گیرند، اما ریسک دهنده الله سبحانه و تعالی است. هر یک از ما و شما اینجا که ما رو تماشا میکنید میگوید که بله ما میدونیم که ریسک دهنده الله تعالی است و ما یقین داریم، اما در بعض موارد کارهایی هست که البته حلال نیست و درآمد از آن کار نیست، البته به شکم زن و فرزندان نیست، حلال نمی شود. یعنی یک نفر سببی چقدر گناه ها می شود. از این خاطر اندیشه باید کنیم تماشابینان عزیز. من چندین نفر رو می دانم که تنها به خاطر آن که در جای کارشان نماز گذاشتن نمیتوانستند کارشان را عوض کردند. عین حال نامسلمان ها می دانند که مسلمان اگر کار کند از وی فایده زیاد است. من می دانم یک شرکت خیلی بزرگ را می دانم که تنها برای به کار قبول کردن مسلمان ها زیادتر رو آورده است و زیادتر آنها رو می خواهد به کار قبول کند، چون کاری رانندگی است. می گوید که مسلمان ها عرق شراب نمی نوشند،
یعنی این مشکلی رو ندارند. اما راننده های همون دولت مشکلی زیاد با نوشاکی سپرتی دارد. البته به کارفرما این درست نیست. ولی بعضی کارفرما که چشم دیدن ندارد مسلمان را، آنها شاید که مانع شوند برای نمازگذاری. من در نظر دارم شاید در روسیه، در اروپا خیلی کم است، چون میدانند که مسلمان در وقتش نمازش را میگذارد، مانعگی نمی کنند. اما شاید در روسیه و یا دیگر دولت های سابق شوروی، آنها میخواهند به اروپا مانند شوند، اما برعکس کار میکنند. رفتارشان برعکس است. میگویند که ما مثل اروپا دنیوی و دموکراتی میشویم، میگویند، و از یک طرف مردم را به قول یک با قوه، با فشار میدهند. حجاب ممکن نیست، سطر ممکن نیست، یا اینکه حجاب باید یگان رنگ معین داشته باشد، حجاب سیاه نیو بلکه سفید باشد، یا اینکه دیگر. یعنی خودشان برخلاف گفته های خودشان است. و این آدمی است. آدمی همیشگی به خودش قانون را انتخاب میکند و آن همون قانون را اجرا میکند. اما قانون الهی، قانون الله تعالی که برای ما و شما در قرآن کریم روان کرده است، این یک دستوری است برای هر یک مؤمن و آنجا همش گفته شده است. و در همان قانون راه درست و چیزهای درست گفته شده است برای ما و شما. خب تماشاگران گرامی، ما دوام میدیم و بیایید قسمت دیگر رو آغاز میکنیم. سوال اول: بهترین شما آنهایی که قرآن را می آموزند و دوام دهید. از حدیث: از روی آن عمل می کنند و حدیث را می آموزند، دیگران را می آموزند، بسیار می خوانند. کدامش درست است؟ بهترین شما آنهایی که قرآن را می آموزند و دوامش کدامش؟ بله، جندالله درست گفتید. جستجوی علم درست گفتید. رجب علی درست گفتید. طیبه صالح درست گفتید. بله، دیگران را می آموزند. بهترین شما آنهایی که قرآن را می آموزند و دیگران را نیز می آموزانند. انا همین بهترین بوده است از آن وریانت هایی که شما اینجا می بینید. و 9 نفر جواب های درست گفتید. ماشاءالله. خیلی خوب. عبدالملک، قاسم عادلیان، عبدالله طیبه صالح و حارثه آنهایی که در جاهای اول هستید. 2. درباره کدام پیامبر آیات های بسیار نازل شده است؟ سوال آسان است. عیسی، موسی، یوسف، محمد صلی الله علیه و سلم. عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، یوسف علیه السلام و یا محمد صلی الله علیه و سلم. کدامش درست است؟ جندالله درست گفتید. جستجوی علم درست گفتید. محسنون درست گفتید. و در داخل برنامه ما 8 نفر درست گفتند. بله، موسی علیه السلام. این جوابی درست بود. خیلی خوب و دوام میدهیم. آنهایی که در جاهای نمایان هستند شما میبینید در روی اکران. سوال 3: سوره النور چندم سوره قرآن است؟ 23، 25، 24 و یا 26؟ سوره النور چندم سوره قرآن است؟ جواب های شما. بسیار درباره سوره نور ما و شما صحبت میکنیم. نه، رجب علی، شما خطا کردید. بله، محمد مهدی درست گفتید. 24. و زیر رقم 24. بله.
جوابی درست بود و آنهایی که در پیش هستند شما میبینید. دوام میدهیم. فرضیت حجاب زنها در چندم آیت سوره نور آمده است؟ آیت 54، 64، 1 و یا 31 کدامش درست است؟ جوابهای خطا را میبینم. یکی از جستجوی علم آمد جوابی درست و از جندالله. بله. همچنین نگاه میکنیم اکنون چند نفر در داخلی برنامه ما جوابهای درست گفتند. خیلی خوب، 8 نفر جوابهای درست گفتید. ماشاءالله. بیایید اکنون کوتاه خوانده میگذاریم چون همش را نمیخونم، آیتی دراز است. قسمتی اولش را میخونم، اما شما اگر خواسته باشید خودتان میتوانید قرآن را خوانید و یا ترجمه معنا هم خب نوشته ها هست و یا اگر خواهید اودیویش هم هست در شبکه تلگرامی ما، آن را خودتان جستجو کنید و گوش کنید. و به زنان مومن بگو که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود را نگه دارند از حرام و زینتهای خود را جز آن مقدار که پیداست آشکار نکنند و روی مالهای خود را تا گریبان فرو گذارند و زینتهای خود را آشکار نکنند. اکنون جز بکی شما خودتان میتوانید ترجمه معنا را جستجو کنید و خوانید. اما انا همینجا گفته شده است مقنعهای و یا روی مالهای خود را تا گریبان فرو گذارند. یعنی که در تفسیر انا همین آیات را ما از عالمان بزرگی حنفی، مذهب حنفی و همچنین از دیگر خوب امامان نیز آورده ایم و تفسیر آن همین آیت در شبکه قرآن دستور عمل انسان هست. شما آن را خوانید. چون چند روز پیش یکی از نزدیکانی من نقل کرد که گفت یک نفر ایرانی را اینجا واخورده است و یک جای صحبت میکنند و از ایران آمده است. میگوید که وقتی من در ایران بودم مثل شما سطر و حجاب داشتم و سطر حجابی من تا حجاب سیاه داشتم و رویهایم را پورا محکم میکردم با نقاب. به نقاب وقتی کوچه میبر اومدیم نمیماندند، یعنی نزدیکانش نمیماند است. ببینید که تا چه اندازه جاهلی از ایران آمده است، به نقاب آمده است، اما به اروپا آمده است و مثل اکثریت. درباره اکثریت نیز ما بسیار معلومات پیشتر نیز گفته ایم و در قرآن کریم درباره اکثریت، درباره بیشترین ها معلومات زیاد آمده است که بیشترین ها نادانند، بیشترین ها جاهلند، بیشترین ها اکثریت. برای اکثریت دوزخ وعده شده است. مثل اکثریت نقاب حجاب خودش را، حجاب زیبای خودش را کشیده پرتافته است در اروپا. این از آن شهادت می دهد که در بعض منطقه ها اول نمی آموزانند. برای چی تو حجاب میکنی ای زنی نازنین، ای خواهر گرامی، برای چی تو حجاب میکنی؟ این را نمی آموزند. میگویند که به حجاب که برآمد نمیماند پدر و مادر و خویش و اقربایش، اما نمیداند که برای چی حجاب میکند، چون الله تعالی را نمیشناسد. قسمت اولی برنامه ما بود. اول باید که انسان الله تعالی را شناخت و بعد از آن باید که داند به چی خاطر انا همین زیبایی را پوشیده است به سر خودش. ما بارها مثال آوردیم. هر یک از شما اینجا، انا همینجا شما نشستید، هر یک از شما بیایید مثال عادی
ана ҳамон як конфете ки кушода аст ва якеашро паша болояш нишаста шишта аст ва дигаре конфете ки болояш маҳкам вақте интихоб кун мегӯяд шумо албатта ки ана ҳамон маҳкамашро интихоб мекунед, пӯшидаашро ба ҳиҷобашро интихоб мекунед. Агар сода карда гӯем, ҳар як аз мо чунин ҳастем, табиатан чунин ҳастем. ҳамон ғайримусалмонҳо низ албатта ин гуна конфетро интихоб мекунанд, аммо тафаккур намекунанд. худашон ба ақл то он дараҷа кунд шудааст ки фикр намекунанд. шавҳаронашон ё додаронашон ё бародаронашон вақте ки ҳамон наздикашон урён аст, ҳар ҷояш урён аст ва ба кӯча мебарояд, ҳама бо чашмаш нигоҳ мекунад. куҷои ин хуб аст, куҷояш хуб аст. ва бубинед ки чӣ қадар ислом ва мусалмонон ва муъминон занҳоро мақоми боло доданд. зани мусалмонро, зебогии зани мусалмонро ғайр аз шавҳараш ҳеҷ кас намедонад ки вай чӣ гуна зебо зан аст, ҳамсар аст. аммо занҳои ғайри мусалмонҳо ки ақлашон то он дараҷа кунд аст ки фикр намекунанд, ки ҳар кас ҳар рӯз мебинад ва боз назди шавҳараш меояд. аллоҳ пок аст ва дар ин бора бояд ки инсон дуруст андеша кунад. ва вақте ки инсон худаш андеша мекунад, албатта баъдан мефаҳмад. ва барои ин ақл албатта боз лозим аст, чуноне ки дар қисмати аввали барнома мо шумо гуфта гузаштем. хоб, биёед мегузарем ба саволи дигар. оё ба занҳои муъмина беҳиҷоб будан назди занҳои ғайри мусалмон мумкин аст? яъне ба занҳои муъмина мумкин аст ки беҳиҷоб бошад дар назди занҳои ғайри мусалмон? вариантҳо ҳаром аст, ҳалол аст, мумкин аст, намедонам. оё ба занҳои мусалмон беҳиҷоб будан назди занҳои ғайри мусалмон мумкин аст? зан аст, инаш ҳам зан аст, дигараш ҳам зан аст. оё мумкин аст? хоб, ҷундулло дуруст гуфтед. Али Умар дуруст гуфтед. 6 нафар дуруст гуфтанд бале ҳаром аст. ва далел ба ин ана ҳамин сураи Ан-Нур ояти 31 ва ба тафсираш нигоҳ кунед. акун дигар дар тафсири ана ҳамин сура омадааст ки хоб, мо иншаалло давом медиҳем ва шояд ман ва саволи дигар ҷавоб нагӯям, чун кӯмак мешавад. албатта шумо тамошобинони гиромӣ худатон метавонед тафсири сураи Ан-Нур ояти 31ро ҷустуҷӯ кунед ва хонда бубинед. ба онҷо муфассал гуфта шудааст. хоб, чун ман мебинам ки инҷо 6 нафар гуфтанд ки мумкин аст. шояд онҳо нахонданд ё надонистанд. хоб, ҷойҳои аввалро шумо рӯи экран мебинед. боз дар кадом сура дар бораи ҳиҷоби занон маълумот омадааст? аз он вариантҳое ки шумо мебинед, ат-Тин, Ихлос, Аҳзоб ва ё Ан-Нас, кадомаш дуруст аст? вариантҳои шумо. ҷундулло дуруст гуфтед. муҳаммед маҳдӣ дуруст гуфтед. муҳсинон дуруст гуфтед. Али Умар, бале дуруст аст ҷавобатон. сураи Аҳзоб. ва хуб, биёед 9 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. ман тарҷумаи маъноро ин лаҳза хонда мегузарам ва баъд аз он боз давом хоҳем дод.
ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که چادر خود را بر سر پوشند تا سر و روی و سر سینه ها پوشیده باشند. این مناسب تر است تا به پاک دامنی شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و الله آمرزنده گناهان گذشته شما است و به شما بسیار مهربان است که برایتان حلال و حرام را روشن ساخته است. از تفسیر سعدی. و همین یک آیت کفایه است. آن چیزی که ما و شما از این پیشتر بسیار دورم دراز کردیم گفتیم، همین آیت خودش بس است برای آنهایی که به عقل در میابند. میگویند که ما پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، ما پیروی قرآن و سنت هستیم. همه میگویند، سینه میزنند، میگویند که ما پیروی قرآن، ما مسلمان هستیم. اما به جایی که امرهای الله تعالی آمده رسیده است، فکر خودشان را دارند، حال آن که حقوق ندارند برای فکر کردن. چون الله که برای انسان هایی که میگویند من فکر کردم، شریعت اسلام 1400 سال زیاده پیشتر آمده است و معلوم شده است دیگر. نخواد که پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند، به مانندی رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل نکنند. بیایید صحابگان را ببینیم. کدام از صحابگان زنهایشان را لباسش را ریان کرده است و گفته است که کوچه رو؟ نه، البته دوست می داشتند زنهای خودشان را، رشک داشتند. امروز چی؟ به گرد و اطراف خودتان نگاه کنید، به نزدیکان خودتان نگاه کنید. البته این سخنها را آنهایی که امروز آواره نفس دنیایی شدند، آواره جمع کردن پول و مال و ثروت شده اند و یا وظیفه ها شده اند، شنیدن هم نمیخواهند. ولی متاسفانه که چنین است. اما ما از دوستداری آنها را این پند را میگوییم، چون عاقبت خودشان را، آخرت خودشان را آباد کنند. هیچ کس نمیخواهد که یک دوستش یا نزدیکش یا یگان شناسش موافق وعده الله تعالی در آتش جهنم سوزد. نه، البته از این خاطر از دوستداری هر کس میتواند یگان نزدیک خودش را بگوید که ای انسان، به عقل دریاب، من کرده های الله تعالی را به خود حلال نشمار. و از این خاطر پند میگوید. و خب 9 نفر جوابهای درست گفتند. سوال آخر: زنان را گناهی نیست اگر در نزد پدر و پسر و برادر و برادرزاده و خواهرزاده و باز کی دوام دهید. زنان همدین، مردان همدین در نزد همه زنها، در نزد برادر شوهر، کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید. زنان را گناه نیست اگر در نزد پدر و پسر، برادرزاده و خواهرزاده و دوام دهید. در نزد کی باز حجابشان را میتوانند که کشند، به حجاب باشند. سه نفر جوابهای درست گفتند. زنانی همدین. البته اینجا من میبینم که در نزد همه زنها 4 نفر انتخاب کردند. گفتیم که همه زنها نمیشود، چون همه زنها گفته گذاشتیم که مسلمان نیستند. در نزد زنهای غیر مسلمان، زنی مؤمنه نباید حجاب خودش رو بکشد. زنانی همدینی خود، بیاید اکنون همین را ما و شما دیده میبرایم. چون من گفتم که از این پیش
شاید من کمی کمک کرده باشم. سوره احزاب رو نگاه میکنیم، آیتی 55 رو چی گفته شده است؟ این تنها ترجمه معنا است، من عیناً میخونم. زنان را گناه نیست اگر در نزد پدران و پسران و برادران و برادرزادگان و خواهرزادگان و زنانی همدینشان یا کنیزان خودشان به حجاب باشند و باید که در همه حالت از الله بترسید. یعنی زینت خود را ظاهر نکنید، آنی را که ظاهر کردنش جایز نیست، یا ترک کردن حجاب نزد کسانی که پوشیدن حجاب در نزد آنها واجب است. اکنون بیایید ببینیم چی گفته شده است. برادران و برادرزادگان و خواهرزادگان و زنانی همدینشان، یعنی تاکید شده است زنانی همدینشان. همه زنها گفته نشده است، بلکه یک بار دیگر با دقت گوش کنید، زنانی همدینشان. از این خاطر خب باز تفسیرش را اگر شما خودتان خوانید انشالله باز معلوماتی بیشتر پیدا خواهید کرد. و قسمتی خوبی برنامه ما بیاید اکنون ببینیم که با جاهای بهترین برآمدند. عبدالله مبارک باشد، جای سیوم نصیب شما شد. عبدالملک جای دوم و جای اول اینا مبارک باشد. طیبه صالح و حریصه نیز در جاهای نمایان بودید. شما را صمیمانه تبریک میکنم. و واقعا امروز من اهل نزدیکان خودم را گفتم که شما نیز در برنامه اشتراک کنید و آنهایی که برد میکنند و جاهای بهترین را سازوار میشوند حتما تحفه از جانب من هست، تحفه آماده کردم و به همین خاطر شوقمند کردیم تا که فرزندان ما نیز توانند در برنامه اشتراک کنند و یک معلوماتی خورده باشد هم برای خودشان، کمی باشد هم گیرند. و این وظیفه ما و شما، آنی که بزرگتر است در نزد خرد سالان. و الحمدلله در موضع ما هرچند در اروپا زندگی میکنیم، اما مسجد ها درش گشاده است، خرد و کلان به مسجد میروند الحمدلله. و تقریبا که هر روز در مسجد ها بعد از هر نماز حدیث میگویند و آن حدیث را شرح میدهند. و البته ما وظیفه دار هستیم که فرزندان ما اونجا اشتراک کنند و گوش کنند و به خودشان فایده گیرند. البته در این فایده است. و ببینید که یگان مؤمن نیست که همین فایده ها رو دیده باشد. یعنی در دین اسلام و در اجرا کردن واجبات اسلام همیشگی انسان برد میکند، یگان ضرر ندارد. و آنهایی که غیر مسلمان هستند آنها ضررها دارند، ضررهایی که امروز ما و شما خودمون با چشمانمون میبینیم. انا همین شراب نوشی، عرق خوری، بعد از آن که شراب می نوشند زیناکاری، و یا خودش انا همین شراب نوشی به زینا میبرد و یا دزدی میبرد، و یا آنهایی که بیخبر ماندند یا در روسیه خودشان به کار رفتند و فرزندانشان سالها تربیت پدر رو ندیده است، و دوستانی نه آنقدر خوب دوستی میکنند و به کارهای خطا میروند. حتی نشأمندی، حال آن که الله تعالی چند 1400 سال پیشتر منع کرده است بسیار چیزهایی که حرام است و ضرر دارد، هم در دنیا و هم در آخرت. و از این خاطر ما میگوییم که پند و نصیحتی آنهایی که میکنند ما باید که
خودمان درهای دلمان را کشاده رفته گوش کنیم، چون برد میکنیم و برد در آن همین است. هم انسانی که دستش کشاده است و از صدقه دادن نمیترسد، بخیل نیست، ممسیک نیست، خسیس نیست، همیشگی رزق و روزیش از جانب الله تعالی که وعده شده زیاد شدن میگیرد. و هر کسی که از دادن آن چیزی که کار میکند میترسد و یا آن همون چیزهایی که کار میکند و تنها از بخیلی پنهان میکند، برکت در آن نیست. و مثال ها البته زیاد است و دور و دراز نمیکنیم انشاءالله تماشابینان عزیز. به هر حال الله تعالی هدایت کند، دعا میکنیم الله تعالی هدایت کند ما را، فرزندانمان را، نزدیکانمان را، خویش و اقربا و دوستان ما را. من با شما خیر و خوش میکنم تا بخوری های آینده. الله تعالی شما و نزدیکانتان را حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم. الله تعالی در سوره هجر می گوید ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. و ای پیامبر، براستی ما می دانیم که تو از آنچه آنان یعنی کافران می گویند آزرده خاطر و دلتنگ می گردی. الله غم و غصه های داخلی ما را می داند. درد و پریشانی های من را نوابسته از آن که ما در دل پنهان می کنیم یا آشکار می گوییم. اگر تو در این حالت هستی و دلتنگ شدی و در پریشانی ها غرق می شوی، چیست راه حل؟ چگونه آسوده باشیم و دل را آرام کنیم؟ بیایید سخنان الله را گوش کنیم که چی می فرماید. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. پس با پاکی یاد کن پروردگارت را هنگام فراگیری غم و اندوه و از زمره سجده کنندگان یعنی نمازگزاران باش و تا هنگامی که مرگت فرا می رسد پروردگارت را پرستش کن. امام نصفی می گوید ذکر و سجده همیشگی پریشانی را از تو دور می کند و قلبت را آرام می سازد. در حالتی که روحاً ناآرامی الله را فراموش نکن، چون که با یاد الله دلها آرام می گیرد. پروردگارت را حمد و ثنا خوان، بگو سبحان الله و بحمده. هر چی قدر لازم داری این را تکرار کن تا آن دمی که قلبت آرامی را حس کند و از سجده کنندگان باشی. سجده و رکوع و نماز گذار در نزد پروردگارت. سجده طولانی بکن، از آن الله است.
هرچی در آسمان ها و زمین و الله بر هر چیز احاطه دارد و چیزی از کارهای بندگانش بر او پوشیده نیست. الله تعالی می گوید با یاد کردن او تعالی دلها آرام می شوند. نقل می کنند که مردی بود، وی را درد و غمی سخت عذاب می داد. مرد نمازهایش را ترک می کرد. همه چی در زندگیش پریشان شده بود. با امر تقدیر وقتی رسید که همه نمازهایش را در وقتش ادا می کرده شد. از آن مرد پرسیدند چی سبب شد؟ در جواب گفت من در مدت طولانی آن را جستجو می کردم که تواند درد و اندوه مرا بشنود. الله شنوا و بیناست. از این را من در یک روز 5 مراتب به او مراجعت می کنم. این مرد آرامی و کامیابی را در نمازها دریافت. برادر و خواهرانم، شما باید به الله از ناآرامی و ناکامی هایتان شکایت کنید. به الله مراجعت کنید و به این خاطر برایمان خواندن نمازها داده شده است. الله تعالی ما و شما را از آن نگه دارد که غیر او از کسی دیگر بپرسیم. الله تعالی می گوید و تا هنگامی که مرگت فرا می رسد پروردگارت را پرستش کن. یعنی الله تعالی می گوید تا آن دمی که مرگمان می رسد از راه انتخاب کرده امان باز نکردیم و تا آن دمی که ما و شما در این راه مستحکم باشیم الله تعالی برایمان کمک می کند. اگر تو با مشکلی رو برو شدی فکر نکن که الله تو را فراموش کرده. نه، یقین دار که به تو راه می نماید و تو را از مشکلی می رهاید. براستی هم در دنیا و هم در آخرت بر عوض مشکلی هایت پاداش نیک می بینی. در سوره نحل الله تعالی می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ای کافران، لحظه وقوع قیامت و فرمان الله تعالی برای عذابتان نزدیک شده است. پس برای رسیدن آن شتاب نکنید. او پاک است از آن چی به وی شریک می سازند. روز قیامت حتما که می آید. آنهایی که می شنوید به باقی مانده عمرتان اهمیت دهید. در نمازگزاری هایتان جدی باشید. شریعت الله را به جایی که می باید به آنجا مانید. دعا می کنیم که الله تعالی ما و شما را در این راه قوی و از ما قبول گرداند تا آن دمی که ما و شما با او تعالی وامی خوریم.